سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. کریسمس مبارک. امروز دقیقاً 1 ماه شد که ما رسیدیم ایتالیا و تصمیم گرفتیم که توی یه روز تعطیل بریم خرید. ما همیشه از لیدل خرید میکنیم به خاطر اینکه خیلی محصولات خوبی داره و قیمتش خیلی مناسبه. در نهایت 94 یورو 18 سنت پرداخت کردیم و خسته و کوفته برگشتیم به سمت خونه. البته که یه شام خیلی خیلی بی‌نظیر در انتظارمون بود که خواهرم درست کرده بود. پیتزای مورتادلا بود که خیلی طعم جذاب و ویژه‌ای برای من داشت و من خیلی خوشم اومد و کلی کیف کردم. البته که این تمام ماجرا نبود و بعدش یه دسر خیلی خیلی خوشمزه در انتظار ما بود که اون چیزی نبود جز رول دارچین که اونم خیلی زحمت زیادی داشت و البته که باز اینو خواهرم درست کرد و حسابی با یه چای گرم به ما خیلی چسبید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. خدافظ.